گفتن که نزد شما بیام، ولی خب زمین خانم ای کاش جواب دیگه‌ای بهشون میدادید. جوابی نموندم. این جواب آخر نبود. میخواستم بیشتری وارد رابطه هم بلا شکستش بشه رو. واقعا همین بهتر کمی عقب تمام شد. گفتنش آسون نبود که اسماعیل شاید عادی موقعات نبریم یه بسیار بریم توی جلسه این مسیر بگیم ناظر خانم خیلی خوشبختیش. من با دوستان تماس گرفتم، آدرس اینجا رو بهشون دادم، امروز به دیدن ما میاد. و اینکه یکی از بینندگان عزیزم یه حمایتی کردن، مقداری پول زدن که گفتن به اسماعیل بدیم. من امروز با یکی از دوستان تماس گرفتم، با فردی که قرار بود و قراره که با اسماعیل باشه، دیروز در موردش صحبت کردیم. و اینکه امروز به دیدن ما میاد. جمیل خانم آدرس اینجا رو بهشون دادم، اینجا میاد. و اینکه یکی از دوستانمون خانم تانیا اگر اشتباه نکنم از زامایکا مقداری پول به شما و اسماعیل کمک کردن و گفتم که میخواین چیکارش کنیم. خیلی ممنونم خانم تانیا. بله بله ممنونم آقای بیننده عزیز شما مورد حمایت خوش قرار داد. خیلی هم خوشحال بودم آقای فیلمردم ممکنه تلسون کمش اسماعیل کنم فقط الله حمایت بیننده عزیز شده یه هدیه کوچیکه برای اسماعیل کنیم من زنده شده در علاقه هزینه دکتر شیس هزینه درمان شیس ما بیلیت یازنام اجازه بود خود بریش اسماعیل بده الان میگم بیننده عزیز تشکر کنم. خیلی ممنون. من سمیم قلب خیلی خوشحال بودم واقعا ممنونتون. بس اگر تصمیم تو اینی که به اسماعیل کمک کنید، من امروز که دوستم اومد شاید نتونم این پول بهش بدم، فردا بهشون میدم که به اسماعیل بده. باشه اشکال نداره فیلم هر طور راحتی الان میذارم هدیه از طرف بیننده اسماعیل قبول کنم. و اینکه جمیل خانم بعضی از بینندگان پیام میفرستن که چرا شما نمیخندید، چرا سر رفتار میکنید. وقتی من خودتون از اول مسیر تا الان وام میدید واقعا ما ناراحتیم. شریک من لحظه لابی واقعا چیزی که از طرف یه روستایی اومد زندگیش نمایشی دسی بقیه واقعا سخته. واقعا شاید از این مسیر من شناخته بودی قبلش خبر نداشتم. اون چقدر بدون چه چیزی از همه چی از طرف خانواده از طرف سنت از طرف همه چی واقعا هم سخته چه طوری رفتار کنم شد این کار دلم نشست ولی باز نظر تو محترمه. ممنون از نظر لازم لازم بیننده لام اطلاعی قایت من خواهش اتفاق شد پس اسماعیل واقعا ناراحت شاید فکر کنه با احساسش بازی شد ولی زندگی اشتباهی اسماعیل نباید خشه درگیر میکنه. ای کاش من یه موقعیت قرار بگرفتم واقعا رو بگی یکی در میزنه میخوام نکنه اسماعیل زمین خانم سلام علیکم. بیا داخل بیا. خوبی شما؟ خوبی؟ قربان شما. جمیل خانم ایشون پسری که در مورد صحبت کرده بودیم. بفرمایید داخل. بیشتر توضیح میدی. وقت من نمی‌کنم. بله ما با این وقت دست خالی می‌کنیم. من دستم خیلی خوشم. من عايز زندگی دنیایی. آره تصدی. همین زندگی که کار ببینید خیلی دیگه چاره‌ای نداریم. بعد نیست. خب دیگه آکولیاش. واقعا سخت ساز لذتش میاریم. خرد نمی‌تونم ساعت بسون. خیلی سخت واقعا زندگی کردن. چیزی که نمیشه زندگی ما میسنه. باید صبور بود باش کنار بیا. این زندگی نتونم انتخاب کنه چیزی. سرنوشتی ما را کنیم. حالا راحتی رو پیدا شدی تومی؟ اما بزن آدرس یادم ممنون این مسیر از ما دیگه تومی. نوشتم. ولی آقا آدرس گفتیم ما بیرت کنیم. قبلا که براتون توضیح داده. توضیح دای ولی کامل بعد توضیح. ببینید ما دوستی داشتیم که متاسفانه به خاطر یه سری مشکل الان دیگه پیشمون نیست. خیلی دوست داشتیم اینجا باشه. ولی خب دیگه شاید جوری بود که الان ما رو ترک کردن متاسفانه. و به خواست خودشون هم نبود. و اینکه پسر خیلی خوبی هم بود. الان جمیل خانم همه چیز براتون توضیح میده که کاملا آگاه شید. ممنون آقای ممنون. تلاش رو گرفته تا یادی. من با آشناییت خیلی خوشبختم. امیدوارم این مسیر بهتری که اسماعیل کنی. امیدوارم. بهش می‌کنیم. سوالمی خوبانی. اسماعیل چه بهترین عالم زندگی تا الان شناختم. اگر رحم بکن بهترین مرد دنیا شی اسماعیل نشون کنی. واقعا تلاش چه زندگیمون همه طوره حتی با آبروش کنار ولی کمش میشه.
عملا درخواست و دارم شد این مسیر بلیش نکنی تمام تلاش نکنیش خاطر یه سری اتفاقات نترسش همین واسه ولی الان با تلاش میکنم سیش که مچش اتفاقات سختی افتاد بعد هیچ من روستا فرار کردم با آدم زیادی رو برو سختی زیادی من مسیر اون ولی عنوان یه زن تحمل کردم هرچی به بهم اول مسیر بلیش چندین بار خواستم دستی رو کنم ولی خوشبختانه این مسیر با آدم خوبی آشنا بودم خب بچه اذیت کی از طرف روستا خان بی رسم الدین اما اون مورد ظلم خوش قرار داد روستا زیدان اونم بپوشید بالا خدیان اسمش شوخان اون خان همه اذیتی کنه طبق دستورات خوش وارد زیر هرچند باش عمل نکنه با مجازات سیش تایید اینه الان برای چی فیلم میشه آقا بزن یکی از دوستان ما هستن که داخل روستای جداله است داخل همین روستایی که جمیل خانم گفتن اونجا باید فیلم برداری کنی یکی از مامورای خان خان میترس برای سلام بیا مامور خان میتونم فیلم بگیرم برای چی به چه مامور خان همه ترسه لازم گوش بدی من یفتم در سر خان برای میاره نه ترس اصلا این آدم مورد اطمینان مانه درست مامور خانه باشه من خود باشه الان باهاشون صحبت میکنم علی آقا شما یکم صبور باشید از چی میترسید از خان خب چرا میترسم یا تو بی من میسونی شنه من مردم مسخود یا آن خانی ببینی یا جون نشت من میفتم در سر نه این کسی که شما میخواهید فیلم برداری کنید یه مرد واقعا مورد اعتمادیه اگه شما با مشکلاتش بمونید اونم با مشکلات شما میمونه مشکل خاصی نیست حالا دیدیم 30 درصد اضافه کنه اونطوری نیست که تو پیش کنی بازم میترسم خانی فهم با دوربین نشنه برای اصلا میاره من که طالب همین آدم دیدم رو بیرون خانه دوربین مجرم میشه میترسم از هم برم با یه همراهی بوم با مشکلاتش واسم بشه با مشکلات نواسه باش نمیشه برم اسماعیل نیست اسماعیل فرد قابل اعتماد هر مشکلی سیاحت پیش اومد خوشحالی جلوسش نترس خانی واسه اعتماد نشو سکو اعتماد که ما می مسیر به نیاز دارم همراهی نیاز دارم که من شدن اسماعیل دیدم خواست مونو بتازه سکو اعتماد که نخواهش که رو کمش میکنه ما نیتم ما الان خان سند من تونم بذات گفت بیا فیلم آن خوبی دیدم گفت آن خانی فیلم آن خانی آدم ظالم تو مرد در دست میگم فیلم رو شما مطمئن باشید این مرد خوبیه نه آن خان ده خان تو میگم معلوم کنار زمین ده سرش واسابی آن خان دوباره چیز نشه سکو الان خوب دمون یاری بیا بی برق و چند امکانات داری اصلا خود ما سنویش متنه تو یه چیزی که میشه ممکنه بود یه چیزی چند راه ممکنه تا می مسیر تعداد زیادتر بود درو نه چیزی نیتم آن خان بلاش میاد من صبح میسن دعوت کنی دوربین نیست دوربین خورد کنی سکو این نشونه چستی ما نیست چیز زندگی نشونه چستی ما وقتی اینو بود در مقابل خان چند بیاری ولی میگم در مقابل خان چند بیاری سکو یه استعداد داری من گوش یه لحظه صبر کن میخوای کجا بری خان ترسو کنه مثلا میتونم بلاش میاد اصلا یه لحظه ببین بالاخره این رسومات قدیمی که باید برداشته بشن میگه باید برداشته بشن خب باید تلاش کنیم همگی باید تلاش کنیم دیگه بعد میترسم که من آدم بعد چیزی استفاده می‌کنم که من آدم خان کنی آدم قدو این فرد با بقیه فرق داره به پول نیاز داره نه یا مثلا آدم میخواد زي ما در شما بمون یکم با هم صحبت کنیم درستش میکنیم اگر قانون نمابری باشد حالا شما که نرفتین داخل روستای جلاله ما میخوام قبلا با یه بنده خواهی میشون داخل میروسا خان دوربین مکلن جنوب میشنا در بده نوچه با دوباره میخوام رو بنا واسه بیا شما یا بشین حلش میکنیم میگم که درسته آقا خان مردم اذیت میکنه گهگاهی هم نمیذاره که اصلا از خودش فیلم بگیرید ولی خب این دیگه کاری با شما نداره که بخواد دوربینتون رو بشونه شما از خودشون فیلم بگیرید خان من نمیتونم فیلم بگیرم سوال بیا از بالا اون بالا واسه ما دوربین خوب چه شما یا بشین جای زندگی که زمین حالا خوب بتنه آری اتفاقا بچه‌ام داره بعدتر خوب دنیا زندگی مجبور با سرمایش بزنی بیا بشی جفت درست این خوبه خب حالا بگو آن خان کیه تو باش آشنا بی اسماعیل آدم خوبی درست معمولا خان همش ظالمن همش مردم اذیت کنه ولی اسماعیل ظلمش نشنا آدم خوبی آبی مثل بقیه نیست احمد خان که نمیتونه خان سیاست یاشو تا احمد میتونه گوشو بزنه گوشو برا همین گوشو بزنه دعوت کنه سیاست یاشو دار خان کنه اسماعیل رفتارش نشنا خیلی کمک شده بقیه چند تا آقای روسا کمک شده ظلمن رای پیدا کنه نجات شده حتی دورین هم نجات داد روسی اشتباه کرد خاص روسی شکنه اصلا شما یه کار دیگه کنید آقا ما قصدمون اینه که ببینید اسماعیل یه فردیه که واقعا پرتلاش و پراراده است خودشون کار میکنن الان نیاز به پرداخت هزینه چشمشه که به دکتر بدهکاره چشمش
بله توی حادثه آسیب دید و نیاز به پول داره، خودشون کار میکنن. ما گفتیم که یه صدا باشه، کانالی هم ما براشون بزنیم، شما با ازشون فیلم بگیرید از زندگی روزمرهشون و یه درآمدی هم در کنارش داشته باشه که بتونیم مقداری از لطف و محبتش جبران کنیم. هم فیلم مردم مثل تو مثل اینا فیلم مجبور ولی بعد آدم بهش ناس اسماعیل آدم خوبه نه خوبه بعد با مشکلات واسه پای مشکلاتش واسه مطمئنم که پای مشکلات شما میمونه. اصلا شما از نمیخواد. ببینید شما از خود اسماعیل فیلم بگیرید، خودش میدونه چیکار کنه، خودش همه چیزا بهت میره، کجا باید فیلم بگیری کجا نباید فیلم بگیری. اصلا از شما برید سبک زندگی اشایری رو به نمایش بگذارید. ولی درآمدی باشه خواهش میکنم براشون که بتونه از اینشون بیمارستانشو پرداخت کنه. من دلم فکر ناسی شان مایشی کنم خوش یاسون بهش ناس میشیدن حکومت چه گفتی بتا دارم میبینی میرم اینا یکیش جای دست کنه، یکیش هم فعلا تازه باشه. اصلا سندویچ خود تاکسی مون حسابی اتفاقا تا چه الان میرم روزای زندگی شدیم چه طبق رسمت بعد ازدواج شد. رسمت اشتباه شد زمان همش زندگی شد تماشا شد. من با کرامو مرسی شد. به حدی گفتم دوستش ندارم ولی من مجبوری دوباره زندگی شد سانسا. آخرش مجبور بودم مسافرت کردم تو دور. راه کوهستان آبین در بدری سختی همه چی مشکلات. از طرف خواستم وقتی درخواست لاغر اشتلاق ماش بسون. باز جو اسماعیل همیشه که معمول خان آشنا آبین آوردم روستاشو. باشم خیلی اتفاقاتی افتاد. بعدش با اسماعیل آشنا آبین. اسماعیل از طریق همه چی که ماشم. یه اخبار روستان سیمیوه. تو حال روز روستا سیمیگو. الان هم مجبور شد. خان خوبیش زبران کنم. اگر بتری لطفا درک کنی من یه دنیا ممنون تیم دعا کنم میشه. این کار با فیچش کی نه خود فکر میوسی جمیل خانم، جمیل خانم باید هر جور شده راضیشون کنی. نسبت به سن سالش خیلی پخته شده است. من بهتون قول میدم که میتونه در کنار اسماعیل باشه و بهشون کمک کنه. الان میگم ولی خیلی هم ترس داره. هر کی بود ترس داره. اسم خانم ماموریتش بیاری. درستش میکنم. از فکر کنم بازی بود یا آن خانه خوب بود هم ظالم نماش ببینید اگه قرار بود که اسماعیل با جمیل خانم ازدواج کنه، جمیل خانم گفتیم که یعنی بعد از اینکه از شوهرشون طلاق گرفتن با اسماعیل ازدواج کنه، ولی خب به خاطر این بچه‌ای دوم دیگه جمیل نپذیرفت. گفت به خاطر آینده خود اسماعیل دیگه قبول نمی‌کنه. خاطر این اسماعیل رفته و الان هم هزینه بیمارستانش رو نمیتونه پرداخت کنه. و مشکلات زیادتری هم هست که ما ازشون خبر نداریم. یک لطفی کن قبول کن و بپذیر. خب الان من رفتم فیلم مجروفتم ماشي خانواده میگن اینا خانم رضا چکنه اتفاق خانواده تزیاد. لا مو توجه قتل مدار خانه یک مجنون خانم میفهمه بعضی که تا فیلم آدم اینجوری سیته خانواده مزیت کنه خانواده بیگناه هستن تا چند وقت دیگه اسماعیل داره از مامورین خان استعفا بده. خب بعد یاد خان فهمید چه میتونم فیلم چیزم اگه تو مقصر اینه که این آدم اومد تیم کاری که خاصیت خان برنده میگم درد سریس شو قبل دیدیم من مدرسه ما بهتون قول میدیم همون جوری که من به شما اعتماد دارم و شما به من اعتماد دارید همون جوری هم من اسماعیل به هم دیگه اعتماد داریم. خیالتون راحت باشه. شما وسایلتون آوردین؟ نه خب وسایلتون رو بردارید فردا بیاید اینجا فردا بعد صبح ما آدرس اسماعیل رو همه چیز بهتون میدیم. برید پیششون داخل روستای جلاله باهاشون صحبت کنید. اگه نشد و دیدید که فرد خوبی نیست میتونید همونجا خداحافظی کنید ازشون. باش خب میرم دوربین و چی گردان جان صبح آدرس اسماعیل برام تا وقت اسماعیل خیلی ممنون. دیگه مطمئن باشیم که میاین فردا. بله حتما. خیلی ممنونم از شما. خانواده مدرسه سلام. بعد مردم راضی شد. یک کمی احتیاط میکنه ولی خب جمیل خانم باید درکشون کنید. هر کسی باشه ترس داره از خان و مامورینش. حقیقتا همون روز اولی که من با شما آشنا شدم کمی ترس داشتم ولی خب به خاطر قولی که به شما دادم دیگه موندم. به خدا شکر با اراده شما و تلاش‌های شما منم روحیه گرفتم. ایشون هم تا اسماعیل ببینه مطمئنم که در کنار اسماعیل تلاش‌های زیادی انجام میدن که به هدفشون برسن. ان شاء الله اسماعیل ان شاء الله بمن مسير. خلاص شكرا. جمیل خانم حالتون خوبه؟ خودت تمام از شروع شد. تعرف خودت تمام نماش موجود بود. طب غذا نبويتي تشتري.
میخوای برم چیزی از مغازه براتون میگیرم؟ نه ممنونم. خانم الان ممنون چی؟ چرا اومدی؟ آدمون تلاش نشدی ما سر بریم. بابا اسماعیل میگیم سیر ما هستیم. واقعا هم به ما شدی هم به اسماعیل. اسماعیل شاید مشکلات بیشتری داشته باشه سیخمو باز گوش نشد. شاید نتونست اصلا سختی بیشترش بگیسیم. ولی از طرفی هم ضعف نشون نره. آدم خیلی بینیم مسیر. اون تلاش چیزی. خدا کنه چیزی. من خودم هم همین اعتقاد دارم. معتقدم که اسماعیل مشکلات زیادی داره. این یکی از ضعفاش بود که به ما گفت. چون اراده خیلی قوی داره، حاضر نیست کسی ضعفاشو ببینه. الله راضی نداره. از طرف من و بیننده عذرخواهی کن. عذرخواهی من پذیرا واقعا شرایط طوری نمیشه اسماعیل داشتین راه می‌برم. اگر جای مناسبی مکان مناسبی قبل بیره شاید بود. ولی الان میخوام با دتابت سرنوشتش